این قرآن رو پیش امام باقر خوندن. ينزل من السماء، انزل من السماء ماء لیطهرکم. خداوند از آسمان آب میفرستد تا شما را پاک کند، شستشو دهد. به یه نفری فرمود چجوری معنا میکنند اینهایی که از اهل بیت بریدن؟ چجوری معنا میکنن آیه؟ گوه معلومه که از آسمان باران میاد و مردم خودشونو شستشو میدهند. امام باقر فرمود اون نیست. این آیه باطن داره. اون چه از آسمان میبارد، اون آسمان وجود پیغمبره، از او میبارد، از معراج پیغمبر میبارد. چجوری میبارد؟ گفت ولایت علی میبارد. ما الولایه، ولایت علی میبارد. اگر میخواهید برسه به ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، فرمود علی نبارد طهارت نمی آید. باید بر زندگی انسان علی ببارد. امام صادق علیه السلام فرمود استقامت کنید تا از این کوثر به شما هم بخورانند.